گیم پلی فایتینگ راجع به فضا و زمانبندیه. فضا یعنی که موقعیت کجا نسبت به حریف نخواست مثلا تو چه فاصله ای قرار داری یا مثلا کی میپری چیزا. زمانبندی هم یعنی که بدونی هر حرکت چقدر طول میکشه، یعنی کدوم سریعتره کدوم کندتره. مثلا من وقتی یه حرکتی میزنم که مثلا این مثلا کندتره بیشتر طول میکشه، اگه خرکی بزنم خب توی حرکته میمونم، بعد تو میتونی اگه نخوره بهت تو میتونی مجازات کنی. مجازات تو همه فایتینگ ها هست. وقتی طرفی اشتباهی میکنه تو حرکته میمونه، بعد تو دیگه وقت داری. البته این همش خیلی سریعه مثلا در حد 100 ثانیه. کلا سختیشون هم به خاطر سریع بودن، یعنی اگه همه چی آروم بود که مثلا به همه چی واکنش درست بود. پریدن خیلی چیزه، اگه من بپرم و به واقعا بزنم به نفع من، برای همین نباید بذاری بپرم. کلا تو هر تعاملی مثلا هر زدن این کسی ضربت میخوره که سریعتر باشه. درسته. بعد واحد زمان هم تو فایتینگ ها چیزه، به دهم ثانیه نمیگن چون باز خیلی کند میشه. به فریم منظورشون 1/60 ثانیه، یعنی کمتر. میبینی الان مثلا یه حرکت دارم، مثلا من اینو میزنم فقط من پلیری 4 فریم طول میکشه شروع بشه، بعدش 3 فریم طول میکشه که موقع ضربه زدنشه، بعدش هم 7 فریم هم طول میکشه برگرده حالت عادی که من نمیتونم کارهای دیگه بکنم. چقدر حاجی فرمولای ریاضی داره داخلش. نه اصلا عدده حالا مهم نیست کسی حفظ کنه، مهم نسبتش اصلا میدونم سریع‌تره چی کندتره. میدونم آره. اصلا من وقتی این کارو میکنم که الان کنده دیگه 13 فریم طول میکشه، تو اگه قبلش میتونی منو بزنی توی 13 فریم که هنوز نخورده یا مثلا میزنم ریدی نوش کانتر رید تو قبل ای که بخوره منو زد، بازم منو زد. اینم پری باز مربوط به این بازیه. اینجوریه که موقع توی حالتی من هر ضربه‌ای بزنم هیچ آسیبی نمیشه، ولی خب نمیتونی هم تو استفاده کنی. مثلا اگه همش بلاک کنی عقب گرفتن دفاع کردن، عقب نشسته این الان دفاع. خب این هم نمیتونی بازی خیلی زیاد بگید، تو طرف دیگه میفهمه این تو همه دفاع گرفتیم این داده. چجوری باید بندازی طرف رو؟ یافتن اینه؟ الان من دفاع کرده بودم. یکی مثل سنگ کاغذ قیچیه، یعنی مثلا دفاع کردن انداختن ازش برنده، درسته. بعد انداختن زدن ازش برنده، یعنی تو اگه اون انداختن بزنی من قبلش بزنم میخواد. پانیش کانتر که میگیم که پانیش یعنی مجازات، یعنی بعد از حرکت تو من زدم. درسته. و اینجا چه جوری الان من اومدم بزنمه چطوری میشه چیز کنی؟ من زدم بعدش زدم. کدوم یعنی زدی؟ تو هنوز بر نگشته بودی به حالت عادی، ریکاور نشدی. بعد حرکتایی که مثلا ریکاوریش طولانیه طول میکشه تا برگرده حالت عادی. من اگه همینجوری بزنم تو دفاع کنی بعد میتونی مجازات کنی. مثلا اینو من همینجوری میزنم بعد حالا تو دیر زنی مثلا همینجوری میزنم این دوست پانیش دارم، یعنی من هنوز هیچ کاری نمیتونم. مثلا این حرکت بزنم الان تو اگه دفاع کنی بعدش میتونی نه الان نشد این شد پانیش دارم.